چراغ سبز آقایونی که میخوام با یه خانومی رابطه برقرار کنن، چه رابطه جنسی، چه دوستانه، چه ازدواج. به نام خالق هستی با عرض سلام. خوشحالم که در کنار من هستید و ویدیوهای من رو نگاه میکنید و ازشون استفاده میکنید. امیدوارم که مثمر ثمر واقع بشه. به کانال روانشناسی رابطه خیلی خیلی خوش اومدید. حالا خانمایی که میخوایم بدونید که این آقاه به شما توجه داره یا نه، تشریف بیارید تا براتون بقیه تو ویدیو براتون توضیح بدم که ویژگی های مهم این آقا چی هستش. اولین مورد این هستش که این مرد برای خوشحال کردن تو، برای راضی کردن تو هر کاری میکنه، خودشو به آب و آتیش میزنه تا جلب توجه کنه و توجه تو رو به خودش، به کارهاش، به محیطی که هست جلب کنه تا شما رو هم بخندونه و تو کارهای دست جمعی کمک حال شما میشه و چیزهایی که شما دوست دارید و تو اولویت شماست و مورد به قول خودمون فاوری شماست رو مورد توجه قرار میده و اونا رو براش اهمیت قرار میده و مورد لطف قرار میده و براش همیشه وقت میذاره و تلفناتون رو همیشه جواب میده، همیشه برای شما وقت داره و براتون نمیاره و اولویت زندگی ایشون هستید. این اولویت بودن یعنی که واقعا دیگه آخرشه، دیگه بالاتر از شما دیگه کسی نیست. بعد گزینه بعدی این هستش که همیشه دوست داره به شما نزدیک باشه، همیشه دوست داره کنار شما بشینه و دوست داره روبرو یا حداقل کنار شما بشینه و شما رو تماشا کنه و باهاتون هم صحبت بشه و دوست نداره کسی هم کنار شما بشینه، دوست داره هم خودش بشینه و هم چهرهتون رو ببینه و هم با مصاحبت با شما لذت ببره. سومین مورد این هستش که خوب و بد ظاهر اخلاق شما رو پذیرش میکنه و اونجوری که شما هستین رو هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ قیافه و ظاهری قبول داره و اصلا دوست نداره این چیزی رو در شما تغییر بده. مردها جزئی نگر هستن و از طریق چشم عاشق میشن، از طریق چشم عاشق میشن و از طریق گوش فارغ میشن، ولی خانم‌ها برعکس هستن، از طریق گوش عاشق میشن. همیشه کلمات شما هستش که خانم رو عاشق میکنه و ظاهر خانم هستش که آقا رو عاشق میکنه. و اینم بگم که تمام تلاشش رو برای ساختن رابطه انجام میده و میدونه که رابطه ساختنی هست، یافتنی نیست و باید پله پله این مراحل رو پی ببره تا دل خانم رو به دست بیاره. اگر تا کنون ویدیوی من رو نگاه میکنی پس از ویدیوی من خوشت اومده، پس لطف کن با من مشترک شو، زنگوله کناری بنده رو بزن و لایک و کامنت شما باعث خوشحالی و خوشنودی بنده هستش. مورد بعدی این هست که آشنا کردن شما با دوستانشون، با افراد صمیمی خانوادهشون و با دوستان صمیمیشون. جوری نیست که شما بخواید در این محافل شرکت کنی و اون بخواد عذر بیاره یا بگه مثلا وقت ندارم یا یه بهونه بیاره. همیشه مشتاق هست شما رو معرفی کنه و شما رو ببره و به خانواده نشون بده و به دوستان صمیمی که در جریان تمام کارهاش هست شما رو هم در جریان رو بهتون ثابت کنه که به جز شما دیگه کسی تو زندگیش نیست. پنجمین مورد این هستش که توجه و تایید حرفای شما رو همیشه داره، حتی اگه حرفاتون برخلاف میلش باشه اصلا با شما بحث نمیکنه، سعی میکنه به صورت خیلی سطحی بگه ولی بحث و جدال نمیکنه با شما و سعی میکنه حرفای شما رو با سر تایید کنه و بحث و کار رو به بحث و جدال نکشونه. ششمین مورد به جزئیات رفتاری شما بانو دقت میکنه که دفعه بعدی که شما رو دید حتما بهتون میگه شما اینو دوست دارید، این پارک رو دوست دارید، این غذا رو دوست دارید، این لباس رو دوست دارید، من اینجوری بپوشم. پس به جزئیات رفتاری شما دقت میکنه تا ببینه شما چی دوست دارین و همان گونه باشه که تو دوست داری و این خودش نشان دهنده این هستش که واقعا براش مهم هستین.
هفتمین مورد اینه که خیلی بهتون حسودی میکنه، دوست نداره یک مذکری بهتون نزدیک بشه، پیشتون بشینه، بهتون تلفن بزنه، بهتون التفات کنه، محبت کنه. دوست داره خودش اولویت زندگی شما باشه و دوست داره تو هر مسئله‌ای که براتون پیش میاد پیش قدم باشه و اون مسئله رو خودش حل کنه. دوست داره که منجی تمام مشکلات شما باشه. هشتمین مسئله این هستش که همیشه تو محافل سعی میکنه خودش شما رو برسونه به منزل. اینکه شما رو که میرسونه هم بیشتر در کنار شما هست، بیشتر باشون هم صحبت میشه، بیشتر هم کلام میکنه، سعی میکنه برای قرارهای بعدی هم شما رو اوکی کنه و دوست نداره یک آقای دیگه شما رو به منزل برسونه و سعی میکنه موقع خداحافظی یکم تعلل کنه به بهانه‌های مختلف و بیشتر در کنار شما قرار بگیره. نهم، خودت، خانوادت، جزئیات رفتاری و جزئیات خانوادت هست که بابات چه کارت هست، خودت در چه سطحی هستی، چه درس خوندی، کجا میری، کجا میای، با کی هستی، سینگل هستی نیستی. کلا دوست داره آمارتو در بیاره. حالا یهویی هم در نیاد، یواش یواش سعی میکنه از طریق خودت یا دوستات آمارتو در بیاره. مورد بعدی این هست که سعی میکنه هیچ کم و کسری تو زندگی نداشته باشی. سعی میکنه مثلا بگی این فلان چیزو لازم دارم، بره دنبال اون چیز و سریعا اون چیز رو برات تهیه کنه، یا اگه بگی پول لازمم سریع برات پر کنه کارتتو، یا خلاصه یه جوری مختو بزنه به قول خودمون. و این ترفندی هستش که خانم ها هم دوست دارن مردی کنارشون باشه، پشتوانشون باشه و موقع نیاز، موقعی که خیلی اذیت داره میشه به دادشون برسه. مورد بعدی، مردان کمتر احساسات خودشون رو پنهان میکنن. خلاصه کلام سریع خودشون رو لو میدن و نشون میدن که من دوست دارم با تو رابطه جنسی داشته باشم، یا من دوست دارم با تو ازدواج کنم، من دوست دارم با تو دوست بشم و سریع این رو میگن. مثل خانوما نیستن که خیلی محافظه کاری کنن و باید از 1000 جا متوجه بشیم که آقایون دوست دارن باهاتون دوست بشن. پس بنابراین آقایون سریع خودشون رو لو میدن. اگر تا الان منو سابسکرایب نکردید لطف کنید زنگوله کناری بنده رو بزنید. من منتظر لایک و کامنت شما هستم. انشالله که همیشه پیروز و سربلند باشید، مواظب خوبیاتون باشید.